طبس. بزرگترین حوزه زغالسنگ کوکشو ایران در 75 کیلومتری جنوب غربی طبس. حوزه زغالدار طبس با وسعتی بالغ بر 30,000 کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی 2,750,000,000 تن زغالسنگ کوکشو و حرارتی غنی‌ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می‌گردد. حدود 76% ذخایر کشور در پهنه زغالی طبس واقع شده. ناحیه پرونده با وسعت 1,200 کیلومتر مربع و ذخیره زمین‌شناسی 1.1 میلیارد تن زغالسنگ کوکشو. فاز یک تجهیز معدن زغالسنگ پرونده با ظرفیت استخراج سالانه 1.5 میلیون تن زغالسنگ خام و تولید 750,000 تن کنسانتره طراحی و اجرا شد. شرکت زغالسنگ پرونده طبس به عنوان اولین بهره بردار معادن تمام مکانیزه زیرزمینی زغالسنگ کشور، استخراج از ذخایر بهشت زغالسنگ ایران را به روش جبهه‌کار طولانی در محدوده پرونده 1 آغاز نمود و همزمان بزرگترین کارخانه زغالشویی ایران نیز در جوار معدن با ظرفیت خوراکدهی 300 تن بر ساعت مورد بهره برداری قرار داد. اهمیت جایگاه زغالسنگ به عنوان ماده اولیه مورد نیاز صنعت مادر فولاد در سند چشمانداز توسعه کشور مشهود است. شرکت زغالسنگ پرونده طبس به عنوان بزرگترین واحد معدنی منطقه و بزرگترین تولید کننده زغالسنگ کشور در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، معدنی، عمرانی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی شهرستان و استان کاملا تأثیرگذار بوده و علاوه بر ایجاد حدود 2500 اشتغال پایدار که توسعه و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد، خدمات شایسته‌ای در حوزه‌های فوق نیز از طریق مسئولیت‌های اجتماعی به انجام رسانده است. شرکت زغالسنگ پرونده طبس حدود 70% تولید منطقه‌ای و حدود 40% تولید ملی زغالسنگ را به خود اختصاص داده و به تنهایی بخش عمده نیاز کوکسازی کشور و به ویژه ذوب‌آهن اصفهان را تأمین می‌نماید. 7 سال مستمر در قله تولید زغالسنگ کشور. اخذ گواهینامه‌های ایزو 9001 مدیریت کیفیت، ایزو 14001 محیط زیست، ایزو 45001 ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ایزو 31000 مدیریت ریسک، کارآفرین نمونه، واحد برتر HSE، واحد نمونه صنایع و معادن، واحد نمونه معدنی کشور، کارفرمای برتر استانی، واحد برتر فرهنگی و ورزشی استان، بهره بردار نمونه معدنی، صنعت سبز کشوری و استانی، صادرکننده نمونه استان، بزرگترین تولید کننده زغالسنگ در 7 سال متوالی از سال 93 تا 99 تنها بخشی از افتخارات این شرکت است. در طول حدود 13 سال معدنکاری مکانیزه، انجام بیش از 65 کیلومتر حفریات زیرزمینی و استخراج موفق 8 کارگاه لانگوال، استخراج بالغ بر 10,500,000 تن زغال خام و تولید حدود 5 میلیون تن کنسانتره تا پایان سال 99 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی 100% سهام این شرکت در سال 1393 واگذار گردید. 68.2% سهام شرکت از اواخر سال 1397 به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان صاحب سهم اصلی شرکت زغالسنگ پرونده طبس واگذار شد. افزایش سرمایه. مرحله اول از مبلغ 60 میلیون ریال به 500 میلیارد ریال. مرحله دوم از مبلغ 500 میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال. ورود به بازار سرمایه. از تاریخ 3 دی ماه 1399 به عنوان 229مین نماد معاملاتی با نماد کزغال در فهرست نرخ‌های فرابورس درج شد. سهام کزغال در تاریخ 15 بهمن ماه 1399 به عنوان 177مین شرکت بازار فرابورس داد و ستد شد. برنامه‌های توسعه. برنامه‌ریزی برای آماده سازی معدن، استخراج و فرآوری زغالسنگ از محدوده جدید در بلوک 6 و جنوب پرونده 4 با ذخیره 78,400,000 تن. پیگیری خرید ست دوم تجهیزات تمام مکانیزه استخراج لانگوال با هدف حذف دوره‌های توقف تولید به خاطر اوورهال. پروژه اسپیرال با هدف بهبود راندمان فرآوری زغالسنگ در کارخانه زغالشویی. طرح پراپ هیدرولیک با هدف افزایش راندمان و کاهش چوب مصرفی معادن. طرح بلندینگ کیفی سازی خوراک مورد نیاز صنایع فروآلیاژی به ویژه فروسیلیس. بومی سازی.
به منظور جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی و کارخانه فرآوری زغالسنگ و صرفه‌جویی ارضی، فرایند بومی‌سازی قطعات مصرفی و یدکی آغاز گردید که تاکنون مهندسی معکوس بیش از 1400 قلم تجهیزاتی به تولید داخلی رسیدند. اهداف کلان شرکت: حفظ جایگاه نخست تولید زغالسنگ کشور، حفظ و توسعه بازارهای هدف داخلی و خارجی، حفظ و بهبود مستمر کیفیت محصول تولیدی، حفظ و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و مسائل زیست محیطی، حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان داخلی و خارجی، بیشینه کردن سود شرکت و ارتقاء ارزش ذاتی سهام، ارتقاء سطح فنی و دانش منابع انسانی. شرکت زغالسنگ پروده طبس.